اول اینکه کلمه رو حتما توی جمله و متن یاد بگیر. یعنی حتی اگر شده خودت یک جمله ساده بنویس و اون کلمه رو توش به کار ببر. دوم اینکه حتما کلمه رو بنویس، یعنی دیکته کلمه رو حتما تمرین کن همراه با مترادف‌ها و متضادهاش. سوم، هر روز کلمات رو چندین بار مرور کن. هم کلمات امروز و هم کلمات روزهای قبل رو حتما مرور کن. چهارم، خوندن داستان کوتاه و ریدینگ کوتاه رو جز روزمرگی‌های زندگیت بذار. یعنی حتی اگر شده روزی 10 دقیقه مطالعه انجام بدی، باز هم این کار رو انجام بده. مفیده، خیلی مفیده. و پنجم اینکه فیلم زیاد نگاه کن. چند بار اول رو با زیرنویس انگلیسی و فارسی و وقتی جلوتر رفتی و تسلط بهتری پیدا کردی زیرنویس فارسی رو نگاه نکن، فقط انگلیسی، و در آخر زیرنویس انگلیسی رو هم نگاه نکن. این بسیار موثره.